إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلامی نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. به یاد دارید وقتا درباره یوسف علیه السلام سخن گفته بودیم، اینکه خداوند ذوالجلال او را نجات داد و با برادرانش صلح کرد و آن 11 برادر با همراهی اهلشان و پدرش نیز از فلسطین به سوی مصر آمدند و در آنجا یکجا زندگی کردند. سالیانی دراز گذشت. عصرهای زیاد فرزندان یعقوب علیه السلام در این شهرها زندگی میکردند و یعقوب علیه السلام را اسرائیل نام میبردند و فرزندانش را بنی اسرائیل میگفتند. در مصر زندگی میکردند و از اهل آنجا نبودند. آنجا عصرهای زیاد ماندند. آنجا عزیز بودند، زیرا یوسف علیه السلام آنجا حکومت میکرد. برادرانش نیز عزیز گشتند و اهل مصر که قبطی ها و بعد از آن فرعونی ها بودند، بین آنها و بین بنی اسرائیل جنگ ها صورت می گرفت. آنها حسد می بردند به بنی اسرائیل. آنها 12 پسر یعقوب علیه السلام و از نسل آنها بودند. قبطی ها حسد می بردند. از این سبب بین آنها و بین قبطی ها جنگ ها صورت می گرفت. در یکی از جنگ ها فرعونی ها غالب آمدند. با آنها چیکار کردند؟ آنها را کشتند، خونهایشان را ریختند. هر حاکمی که در آن زمان حکومت میکرد او را فرعون مینامیدند، چنانه که همه حاکمان حبشه را نجاشی میگفتند و هر حاکم را در فارس کسرا میگفتند و حاکمان روم را قیصر میگفتند. این هم لقب حاکمان است. خلاصه کار چنین شد که فرعونی های مصر بنی اسرائیل را برده خود کردند. پسران کی را؟ پسران یعقوب علیه السلام را که خداوند پیامبری را از بنی اسرائیل از نسل آنها کرده است. فرعونی ها آنها را برده کرده بودند. حتی فرعون آمد که از دیگر فرعون ها ظالمتر و خشنتر بود که خداوند از او در قرآن نام برده است. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. فرعون بنی اسرائیل را ضعیف کرده بود و آنها را برده خود گردانید و آنها را خدمتگار خود کرد. آنها را خال و ذلیل کرد. این فرعون در یکی از شبها در خوابش رویایی دید. این خواب او را بیقرار کرد. با یک ترس از خواب بیدار شد. فرعون چی دید در خوابش؟ خواب دید که آتش از بیت المقدس، آتشی بزرگ از بیت المقدس خارج شده به سوی مصر می آید. این خواب را تصور کنید. بسیار خواب خطرناک است. خواب پردهشت است. آن آتش را مثل دمیدن صبح می دید. آتش از بیت المقدس خارج شده به سوی مصر می آید و هنگامی که به مصر می رسد همه خانه های فرعونی ها و قبطیان را می سوزد و به بنی اسرائیل ضرری نمی رساند. آتش قوم فرعون را هلاک می کند. اهل فرعون را، قبطی ها را، لیکن به اسرائیلی ها ضرر نمی رساند. و از خوابش ترسیده بیدار شد. سپس به سوی کاهنان رفت. همه آنها را در مجلس خیش جمع کرد. این خواب او را بیقرار کرده بود. این مرد ظالم، این مردی که به مردم سختگیر بود، بلکه به آنها می گفت من خدای شمایم. مردی که به مردم می گوید من خدای عالی مرتبه شمایم، ولیکن خواب او را می ترساند. سبحان الله، چی چیز این مرد ضعیف را می ترساند؟ مردی که گمان می کرد او خدای آنهاست. مردی که به مردم مصر می گفت این دریاها از زیر پای من جاری می شوند. به آنها می گفت آیا من صاحب ملک مصر نیستم؟ دعوای خدایی می کرد. پیش از او کسی چنین دعوای نکرده بود. فرعون را خواب بیقرار کرده بود و کاهنان و ساحران و معبران خواب را در جای جمع کرد و به آنها خوابش را گفت. همگی به این اتفاق شدند که آنجا کودک در بنی اسرائیل به دنیا می آید. پسر تولد می شود. از کجا دانستند که از بنی اسرائیل است آن طفل؟ زیرا او آتش را از جانب بیت المقدس دید. کاهنان دانستند که از بیت المقدس یعنی از بنی اسرائیل می آید، از فلسطین. و این کودکی که از فلسطین می آید
از بنی اسرائیل از پشت یعقوب علیه السلام میبراید. این پسرک سبب مرگ تو میگردد ای فرعون. مرگ تو به دستان آن پسرک میرسد. چی باید کرد؟ پسرک مرا میکشد؟ تنها این نبود، بلکه این پسرک همه آن نعمتهای تو را صاحب می شود و با آن عظمت و بزرگی تو می رسد و سپس مرگ تو به دستان او می آید. چی باید کرد؟ چی کار باید کنیم؟ همه مشورتچیان، وزیران و حکومت خود را جمع کرد و از آنها پرسید که چی کار باید کنیم، تا آنکه به یک قرار رسیدند. چی قرار بودین؟ گفت همه فرزندان بنی اسرائیل را میکشیم، همه پسران نوزاد آنها را میکشیم و لشکرش را فرمان داد تا هر کجای یک پسرک از بنی اسرائیل باشد او را بکشند. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مادران آنها را گذاشته پسرانشان را به قتل میرساند. وزیرانش آمده با او گفتند ای فرعون، اگر همه پسران را بکشی کی ما را خدمت میکند؟ کی بنده ای ما میشود؟ کی ما را خدمت میکند؟ بنی اسرائیل نابود میشود. به قرار دیگری رسید، این که یک سال میکشد و سال دیگر نمیکشد. آن سالی که آن کودکان را نمیکشت، در آن سال پسرک با نام هارون به دنیا آمد. این در آینده نبی می شود. و سالی که در آن کودکان را میکشت، مادر موسی باردار شده بود. او موسی را در آن سال تولد میکرد که آن سال فرعون کودکان بنی اسرائیل را میکشت. قصص نور قصص قصص نور قصص حکمه و صبر. مادر موسی وقتا که موسی را تولد کرد ترسید که لشکریان فرعون آمده او را میکشند. خداوند به او وحی فرستاد که ای مادر موسی، یک صندوقچه از چوب بساز و در آن این پسرک شیرخوارت را بگذار و هرگاه که ترسیدی او را به یم انداز. گفتند که یم آن دریای نیل است. او را در آن آب انداز و بر خدای ذوالجلال توکل بکن. مادر موسی علیه السلام آن کودک را بگذاشت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. این کودک در این صندوق که در آب می رود روز دوباره به سویت بر می گردد، بلکه یکی از پیامبران می شود. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. با امر خدای ذوالجلال آن کودک در آن آب می رفت. آیا می دانید به کجا رسید؟ آب او را می برد و آن کودک در آن صندوق چوبین تا کجا می رود؟ به امر خداوند ذوالجلال به قصر خود فرعون رسید. کی آن را یافت؟ کنیزکانش. آن صندوق را گرفتند، کشاده دیدند که یک طفل شیرخواره ای است. او را به قصر فرعون بردند. فرعون دانست که او از بنی اسرائیل است. گفت بکشید او را. کی در این حالت دخالت کرد؟ زن فرعون. دلی پاک داشت. به او گفت لا تقتلوه. فرعون به زنش گفت برای چی او را نکشیم؟ گفت نوری چشم من و تو می شود. گفت نه تنها از تو می شود. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون و سربازانش نمیدانستند که چی کسی به سوی آنها فرستاده شد. این همانی است که فرعون او را میجست. این همانی است که برای او شده کودکان قومش را میکشتند. این همانی است که به خاطر او شده خونها ریخت. خداوند ذوالجلال او را فرستاد تا در قصر تو زندگی کند ای فرعون، تا اینکه دشمنی برای شما باشد. به درستی که فرعون و هامان و لشکرهای او خطا کردند، پی نبردند که خداوند برای آنها کی را فرستاده است.
موسی علیه السلام به امر خداوند در قصر فرعون زندگی کرد. مادر موسی زیخ و غمگین شد. چگونه شیرخواره اش را در نیل پرتافت، چطور او را همین طور گذاشت. قریب بود بین مردم این کارش را آشکار کند و مردم را خبر دهد که شیرخواره اش را در نیل انداخته است تا جویای او بشوند. قریب بود مادر موسی علیه السلام همه را فاش کند اگر خداوند او را آرام نمیکرد. موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. کی او را آرام کرد؟ خداوند ذوالجلال. به خواهر موسی دختر کلانیش گفت برو از موسی علیه السلام جویا شو، شاید او را در جای بیابی. مادر موسی نمیدانست که خداوند او را به قصر فرعون فرستاده است. مادر موسی این را نمیدانست. خواهر موسی برای جستجوی دادرش برآمد. در هر طرف او را میجست، شاید جای او را پیدا کند. میپرسید، میجست، از پی او میگشت و او را در قصر فرعون پیدا کرد. چی میگذرد؟ مردم در گرد موسی علیه السلام آن طفل شیرخوار جمع شده بودند. هر زنی میخواست با او شیر دهد، لیکن او از هیچ کسی نمیخورد. از قصر فرعون منادی در بازارها ندا میزد که هر کی بخواهد کودکی را در قصر فرعون شیر بدهد پس بیاید، ما با او مال زیاده میدهیم. همه شیر دهنده ها به قصر فرعون می آمدند. هر یکی از آنها میخواست این شیرخوار را شیر دهد. موسی علیه السلام را خداوند حفظ کرده بود. وحرمنا عليه المراضع. هرگاه که زنی با او نزدیک شده میخواست با او شیر دهد، موسی علیه السلام روی میگرداند. از پیستان کسی شیر نمیخواست، نه از این و نه از دیگر. خداوند شیر همه شیر دهنده ها را با او حرام کرده بود. شیر هیچ کدام از آن زنها را نمیخورد. قریب بود آن کودک بمیرد، قریب بود آن شیرخوار هلاک شود. زن فرعون اکنون چیکار میکند؟ در دستش کودکی است در خطر مرگ، از گرسنگی میمیرد. شیر کسی را قبول نمی کند. این هنگام اپی موسی علیه السلام در آمد. به همه آنهایی که در قصر بودند گفت آیا به شما خانه ای را نشان دهم؟ آیا به شما خانه ای را نشان دهم که برای این کودک شیر دهند، امینی او باشند، نصیحتگرش باشند؟ هل ادلكم على اهل بيت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال قوم فرعون. زن فرعون گفت بیاور آن را که به این کیفر شیر دهد، هر کجایی که باشد ما برای او مالی بسیار میدهیم. اپی موسی علیه السلام زود به سوی مادرش رفت. گفت ای مادر، شتاب کن، برادرم را در قصر فرعون پیدا کردم. او شیر هیچ زنی را قبول نمی کند. به سوی قصر برو، شاید از پیستان تو شیر بخورد. مادر موسی علیه السلام داخل قصر شد. شیردهان زیاد او را گیر کردند، اما او از کسی شیر نمیخورد. وقتا که مادر موسی علیه السلام داخل شد، قریب بود این کار آشکار شود. پسرش فکر میکرد که او مرده است، او غرق شده است. با او نگاه کرد. قریب بود که این کار آشکار شود، لیکن خداوند این کار را، آن شیرخواره را برداشته با او دادند. هیچ کسی گمان نمیکرد که این کودک از او شیر میخورد. وقتا که پیستانش را به سوی دهان کودک برد، آن کودک به خوردن شیر شروع کرد. از کی؟ از مادرش، مادر موسی علیه السلام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خداوند آن شیرخواره را به سوی مادرش برگردانید. وعده داده بود. خداوند ذوالجلال آن وعده ای داده اش را به مادر موسی علیه السلام وفا کرد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر
موسى عليه السلام موسی علیه السلام در قصر فرعون از زمان تولد تا زمان جوانی و به قوت شدنش زندگی میکرد. عجیبی در آن است که موسی علیه السلام نبی خدا که دلش پر از ایمان بود در قصری که پر از کفر و سرکش و منکران بود بزرگ شد. قصری که در تاریکی شرک بود، در آنجا موسی علیه السلام بزرگ شد. پاک است آن خدایی که زنده را از مرده میبرارد. وقتی که موسی علیه السلام بزرگ شد و مردی با قوت و نیرومند گشت، خداوند به او حکمت و علم داد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. او از بنی اسرائیل است. درست است که او در قصر فرعون بزرگ شده بود، لیکن همه میدانستند که او از بنی اسرائیل است. مادرش هیچگاه از او جدا نشده بود، همیشه با او بود. در زمان کودکیش شیرش میداد، تربیتش میکرد، نگاه و بینش میکرد. موسی علیه السلام که در قصر فرعون بزرگ شده بود، همه میدانستند که او از بنی اسرائیل است، لیکن او در نزد قوم فرعون قدر و منزلتی خاصی داشت. وقتی موسی علیه السلام بزرگ شد و خداوند به او حکم و علم را داد، او در دین پدرش یعقوب علیه السلام بود. وقتا که بزرگ شد، روز از روزها که مردم همه در خانه هایشان بودند، از قصر خارج شده به شهر درآمد. موسی علیه السلام داخل شهر شد و مردی را دید که مردی دیگر را میزند. آنی که دیگر را میزد از قوم فرعون بود، قبطی بود از قوم فرعون. مردی را از بنی اسرائیل میزد. آن مرد ناتوان بود، فریاد میزد: ای مردم نجاتم دهید، ای مردم خلاصم کنید. در شهر کسی نبود. موسی علیه السلام به سوی آنها رفت. موسی علیه السلام این را میدانست که به برادرت کمک کن، اگرچه ظالم یا مظلوم باشد. هرگاه که دید مظلوم است کمکش میکند. وقتا به سوی آنها رفت، دید که او را میزند و مرد قبطی میخواهد او را بکشد. دخل المدینة على حین غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. شیعه او، این یعنی از بنی اسرائیل، از قوم موسی علیه السلام و از موسی علیه السلام کمک میخواست. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. او را صدا زد که ای موسی کمکم کن. موسی علیه السلام با قوت بود، مردی قوی بود، جوانی نیرومندی بود و موسی علیه السلام به سوی اسرائیلی رفت و خواست او را نجات دهد. این هنگام موسی علیه السلام رفت و آن مرد را با دستش یک مشت زد، تنها یک ضربه. آن مرد به زمین افتاد. موسی علیه السلام به او نگاه کرد، او را بیدار میکرد. آن اسرائیلی در ترس و تعجب بود. چی روی داد؟ موسی علیه السلام او را تکان میداد، اما قبطی با یک ضربه هلاک شده بود. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقتا موسی علیه السلام او را دید که مرده است، موسی علیه السلام به خطا او را کشت. مقصدش کشتن نبود، لیکن او را زد تا مردی ضعیف را کمک کند، اما او از یک ضربه مرد. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. آن مرد به زمین افتاد، اما اسرائیلی باشد از ترس فرار کرد. موسی علیه السلام باشد تنها ماند و از خداوند طلب مغفرت میکرد. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. این هنگام مردم خبر را پهن کردند. مردی در مکان کشته شد. لشکرها، سربازان، پاسبانان امنیتی آمدند. چی خبر است؟ چی رخ داده است اینجا؟ کشتار صورت گرفته است. مردم همه جمع شده بودند. پاسبانها آمدند. آنجا یک مصیبت کلان را دیدند. این کشته شده کی باشد؟ مردی از قوم فرعون، مردی از قبطی ها، از شخصان طبقه بالایی.
این اولین بار بود که مردی از قوم فرعون کشته شد. از بنی اسرائیل یک چیزی عادی بود، هر روز یکی را میکشتند. فرق نمیکرد برای آنها که آن طفل است یا زن است یا جوان است یا پیر است، نگاه نمیکردند. لیکن مردی از قوم فرعون این دشوار بود، جرم حسابیده میشد. فرعون قرار صادر کرد تا آن قاتل را بیابند. همه جایها را میگشتند تا آن قاتل را پیدا کنند. مردی که جرأت کرده قبطی را کشته است، کی باشد این مرد؟ وای بر حال او. خبر بین مردم پهن شد. موسی علیه السلام ترسیده بود. چی کار میکند اکنون؟ مقصدش کشتن آن مرد نبود. اگر این را بگوید او را میکشند. اصبح فی المدینه خائفا یترقب. موسی علیه السلام هنگامی که صبح شد با یک ترس از آنجا برآمد. مراقب بود، چپ و راست خود را نگاه میکرد. شاید او را دستگیر کنند. شاید کسی از این آگاه شده باشد. این را تنها کی میدانست؟ آن مرد اسرائیلی از بنی اسرائیل، آنی که موسی علیه السلام از او محافظت کرد. تنها او میدانست این را. موسی علیه السلام در شهر با ترس میگشت. شاید این کارش آشکار شده باشد. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه. همان مردی که از بنی اسرائیل بود یک درد سری دیگری آورد و یک مرد دیگری از قوم فرعون دعوا کرد با یک قبطی از قبیله فرعون. موسی علیه السلام به او نگاه میکرد. موسی علیه السلام را صدا میکرد، زیرا موسی علیه السلام 2 روز او را نجات داده بود. امروز نیز نجاتش میدهد. صدا میزد: ای موسی کمکم کن، ای موسی کمکم کن. موسی علیه السلام نزد او رفت. مردم همه نگاه میکردند. آن زمان همه مردم آنجا بودند. وقتی صبح بود، خالی از آدمان نبود. موسی علیه السلام نزد او رفت و گفت، در حالی که او از جانب قبطی لگد میخورد. موسی علیه السلام گفت: انک لغوی مبین. انت رجل ظالم. تو مردی ظالمی هستی. هر روز برای خودت دردسر درست میکنی. تو در خودت چی کمبودی داری؟ این بدرفتاری است. موسی علیه السلام او را نصیحت کرد. میخواست این دفعه نیز او را نجات دهد، زیرا با او ظلم کرده میشد. لیکن مردی از بنی اسرائیل دیگر چی گمان کرد؟ گمان کرد موسی علیه السلام آمده است تا او را بزند. نمیدانست که موسی علیه السلام به کسی ظلم نمی کند. امکان ندارد که موسی علیه السلام ظلم را یا که ظالم را کمک کند و قصاص بگیرد، بلکه به مظلومان کمک می کند. موسی علیه السلام به نزد آنها رفت. آن مرد اسرائیلی ترسید که موسی علیه السلام آمده او را می زند. او داد زد و گفت: آیا می خواهی مرا بکشی چنانه که دیروز یکی را کشتی؟ موسی چپ و راست را نگاه کرد. چی؟ مردم این خبر را شنیدند. موسی علیه السلام آن مرد را دیروز کشت؟ آره، دیروز این موسی علیه السلام بود که آن مرد را کشت و امروز میخواهد مرا بکشد. موسی علیه السلام نمیخواست او را بکشد. کار آشکار شد. موسی علیه السلام فرار کرد. سربازان او را میجستند. مرد نزد او آمد و گفت: ای موسی، مردم زیاد جمع شدند تا تو را بکشند. ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوک فاخرج انی لك من الناصحین. فخرج منها خائفا یترقب. موسی علیه السلام از سوی مصر به سوی مدین فرار کرد. آیا سربازان فرعون او را دستگیر کردند؟ چی آنجا روی داد؟ در مدین چی را دید؟ و آن قصه 2 دختر جوان چیست؟ و نزد آنها چی را دید؟ و در حال بازگشتش به سوی مصر چی رخ داد؟ این همه را به خواست خداوند در برنامه آینده خواهیم شنید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص